به 8 گروه تقسیم شدنی آنهایی که به صاحب زکات هستند، یعنی که به آنها باید زکات سپاریده شود صحبت داشتیم و یکی اولش را ناملو برای شما نقل کردند و انشالله باز دوام میدیم. ناملو ما صحبت رو میتوانیم این لحظه دوام دهیم. بله، الله سبحانه و تعالی مصارف زکات را به 8 گروه تقسیم کرده، گفت که انما الصدقات للفقراء والمساکین. البته زکات فقط برای فقیرها هست و برای مسکین ها هست. گفتیم که فقیر آن کسی که یعنی از نصف کفایتش کمتر درآمد دارد یا اینکه عموما درآمد ندارد و صرف و خراجات دارد. مسکین آن آدمی که درآمدش از برآمدش کمتر است لیکن از نصف زیاد است. مثلا اگر 2000 سامان صرف و خراجات داشته باشد و 1010 سامان یا 1100 سامان یا 1500 سامان حتی 1900 سامان درآمد داشته باشدم، این مسکین است. ما به فقیر و مسکین چگونه زکات میدیم؟ مثلا یک فقیر دیدیم که یک فقیر هست، موی سفید هست، یک نفر زندگی دارد. میپرسیم که در یک ماه چقدر صرف و خراجات دارید؟ میگوید 500 سامان برای من کفایه هست. خب برای این از همه زکات زیاد به 12 ماهش داده میشه، یعنی 6000 سامان زکات داده میشه تا اینکه یک سال آینده در زندگی تنقیصی نکشد. یا یک مسکین دیدیم که 2000 سامان برآمد دارد و 1100 سامان درآمد دارد، مثلا 900 سامان هر ماه برای او نمیرسد، قرضدار میشود. خب در یک سال در 10 ماه 9000 سامان و 1800 دیگر، یعنی 10800 سامان در یک سال برای این نمیرسید. از همه زیادش همین قدر زکات داده میشه و این دلالت میکند که برای چی فقط یک سال زکات میتیم، یعنی به یک سال آینده کفایتی کننده. برای آنکه سال آینده یا اینکه این شخص زکات دهنده میشد، از الله میپرسیم که مسلمان ها رو بی حاجت گرداند، یا اینکه مثلا وفات میکند، یا اینکه اگر در همین حالتش بماند با از زکات سال آینده داده میشد. برای همین فقط تا یک سال آینده در زندگیش برای عذاب نکشیدنش از زکات داده میشد. برای فقیر، برای مسکین به قدری هر یک فقیری مثلا فقیری که در تاجیکستان زندگی میکند خانه دارد، مثلا از پدرش میراث ماندگی است، خانه دارد، صرف و خراجات این فقیر از یک فقیری که در اروپا در خانه اجاره زندگی میکند فرق میکند. مثلا یک اجاره پولش 2000 یورو هست، مثلا یک فقیر همراهی 10 فرزندش زندگی میکند. البته این فقیر از آن فقیر فرق میکند. به هر یک فقیر و هر یک مسکین به قدر خودش معامله کرده زکات داده میشد.